استخون لای زخم مردم نذارید. بابت سود خودتون کسی رو رنج بیهوده ندید. پولدارترین آدم شهر میخوره زمین، استخون ساعدش میشکنه. میره دکتر میگه بشین درستش میکنم. استخوناشو جا میندازه، بخیه میزنه، پانسمان میکنه، میگه زخمت خیلی خطرناکه ها، ممکنه عفونت کنه، هر روز برگرد اینجا برات شست و شوشون بدم. میگه باشه چشم حتما. تاجر وقتی برمیگشته خونه خیلی درد میکشیده، اما خب چاره‌ای نبوده، بعد دوره نقاهتش تموم میشده. هر روز میره دکتر پانسمانو عوض میکنه، شست و شو میده، میگه برو فردا بیا. یه روز یه نفر دیگه یه جای دیگه شهر مریض میشه. دکتر رو صدا میکنن، میگن دکتر بودو داره میمیره، کمکش کن. دکتر میره پیش اون، مطبش خالی میشه. اما پسر طبیب داشته درس پزشکی میخونده، جانشین پدرش میشه، میشینه تو مطب. تاجر از راه میرسه، میگه پسرم هر روز پدر شما دست منو پانسمان میکرد، میشه امروز شما زحمت بکشین؟ میگه چرا که من بشین برات درستش کنم. پسر یه نگاه به دستش میکنه، میبینه خیلی ملتهبه، بخیه‌ها رو باز میکنه، میبینه بابای من چطوری اینو ندید؟ حتما سنش رفته بالا، کور شده ندیده اینا رو. این همه استخون ریزه لای زخمه. استخون ریزه ها رو برمی‌داره، شستشو میده، دوباره بخیه میزنه، پیش تاجرم صداشو در نمیاره مبادا آبروی باباش بره. تاجر میره، طبیب میاد میگه چه خبر پسرم؟ پسر یه نگاه اینطوری که باباش بهش افتخار کنه میکنه، میگه بابا این اتفاق تو دوران پزشکی هر پزشکی پیش میاد. زخم اون تاجر پر از استخون ریزه بود، من اونا رو شستشو دادم، گفتم بره دیگه خوب شد و دیگه نیاد. یه نگاهی بهش میکنه، میگه دیوونه میمونه چیزی هستی؟ عقل نداری؟ خودم استخون گذاشتم لای زخمش. این آدم پولدار بود، هر بار که میومد کلی انعام و پول به ما میداد، من خواستم ازش استفاده کنم. اینجوریه که میگن استخون لای زخم مردم نذارید. بابت سود خودتون کسی رو رنج بیهوده ندید.